بهار که میرسد دنیا رنگ دیگری به خود میگیرد. زمین نفس تازه میکشد، درختان لباس سبز به تن میکنند و برگان درختان از خواب بیدار میشود. زمستان میرود و امید جدیدی در دل انسان ها ایجاد میشود. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا هستیم، جایی که منظره ها و طبیعت بسیار زیبا و دیدنی داره و یکی از او مناظرش آبشاری است که شما مشاهده میکنین. ما امروز آمدیم در این ولسوالی زیبا و قشنگ یک برنامه خوب افطاری تهیه بکنیم. انشالله ما را بیننده باشین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفقت مال بالصدقة. صدق الله العظيم و صدق رسوله النبی الکریم. حضار گرامی، ریسفیدان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، جای بسیار خوشحالی و خوشبختی است که ما امروز در ولایت کاپیسا ولسوالی زیبای نجراب تانستیم که با تعداد بالاتر از 300 یا کمتر بالاتر فامیلا را که از چندین قریه مجاور این قریه هستند و آمدن به خیر برشان یک افطاری توزیع بکنیم. خداوند متعال به درگاه خود قبول بکنم. رمضان ماهی است که خداوند متعال در مقابل یک نیکی انسان هزارها نیکی برش نصیب میکنم و کسانی که در این امر خیر زحمت کشیدن، اهالی بزرگوار و کسانی که از ابتدای روز امرا با ما همکاری کردند، از خداوند متعال میخواهیم بر اینا هم اجر دارای نصیب بگرداند. خداوند متعال در آیه کریمه که من تلاوت کردم برای شما میفرماید که شما به نیکی و سعادت نمیرسین تا زمانی که هر آنچه که دوست دارین در راه خدا صدقه بکنین. انشالله که دیکا آماده است، آماده هستیم و بخیر مردم هم آمده، طفلای نازنین هستن، اینا را منتظر نمیگذاریم. میخوایم که دعا بکنیم، بعد از او سخنای جناب ملک صاحب بشنویم، باز بعد از او دیگه باز بکنیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعل عواقب كل امورنا الى الخير، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين. جناب وکیل صاحب شما بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه موسفیدا اهالی قریه و تشریف آور شدیم به خاطر اعضای مسئولیت. اینا اعضای مسئولیت کردین یک لقمه نان به خاطر افطاری آماده ساختیم به قریه های سلطان شاخیل، غواره، تاجیکان، حاجی خیل. اینا از این بنیاد امید حیات یک جهان تشکری میکنیم که این ساحه را در نظر گرفتین و آوردن این میره برای تماما کسایی که هستن اینجا مستحق هستن و این میره در نظر گرفتین. خداوند اجر و پاداش برشان
خداوند نصیب بگردونه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بخیر سلامت باشی، بخیر سلامت باشی. استاد جان ان شاء الله آماده هستی؟ ها؟ دیکام آماده است. شروع میکنیم بخیر که مردم منتظر نمانند. ماشا. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله بارک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نفر بخیر بیادر؟ نام خدا، نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام خدا، ماشاءالله ماشاءالله. بسیار مزه‌دار معلوم میشه. بیا بخیر. ام تو گگ برو بخیر. بیا دیگه. بیا کاکا جان. آجی کاکا بیا. بیا آجی کاکا جان. بیا بخیر. چند نفر هستی آجی سید؟ شش نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله. شک. برو بخیر. بیا بخیر کاکا جان. برو بخیر ام تو گگ. ای نام خدا. این تو گگ برو. بیا بیا پدر جان بیا. بیا چند نفر بخیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر از که کاکا اگه و چهارم بزنی ها بیخی خودش پیپسی هست. برو بخیر. ای بیشک. میتونی برده یا ببرم برات ها؟ میتونی. برو بخیر. بیا قند کاکایش. بیا بخیر. چند نفر بندازه؟ بنداز برای 5 نفر و میام. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا، نام خدا، نام خدا. ای ماشاءالله. چند نفر هستی؟ 6 نفر. بنداز برای 6 نفر استاد جان. بیشک. ای نام خدا. بیا بخیر. برو بخیر. ایتو گگ برو، ایتو گگ برو. بنداز برای 3 نفر. ای نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله. برو بخیر قند کاکایش. بیا بخیر. بیا. چند نفر هستی؟ 3 نفر. 3 نفر. الحمدلله روند توزیع ما بخیر رو به اتمام است. مردم آمدن صف بستند با دیگای خود. امروز یک قابلی گرم سر دسترخوان خود بردن. جا داره که در امی عصر رمضانی یادی از کسانی بکنیم که در قسمت مالی ما را همکاری کردند. خداوند متعال خیرات، صدقات و زکاتشان به درگاه خود قبول بگرداند. خواهران و برادرانی که در این امر خیر با ما از لحاظ مالی مساعدت کردند. خانم مژگان جان قیاسی از جرمنی مبلغ 14760 افغانی ارسال کردند. حماسه جان و طاها جان از استرالیا مبلغ 9270 افغانی ارسال کردند. زحل جان غفوری از استرالیا مبلغ 8740 افغانی ارسال کردند. مدینه جان و هدیه جان از لندن مبلغ 8100 افغانی ارسال کردند، مساعدت کردند با ما. فوزیه جان از جرمنی مبلغ 7630 افغانی مساعدت کردند. برادر ما اسکر از هلند مبلغ 8000 افغانی ارسال کردند. خداوند متعال روح تمام گذشتگان و گذشتگان آقای اسکر را مغفرت بکنند. و همچنان برادر ما مصطفی ناصری از جرمنی مبلغ 7540 افغانی ارسال کردند. و در اخیر برادر ما سید علی شاه موسوی از ایران مبلغ 4500 افغانی مساعدت کردند. و ما این مقدار پولی را که اینا مساعدت کردند شامل برنامه افطاری خود در ولسوالی نجراب، قریه تاجیکان، ده خاکی و همچنان قریه های همجوارش شامل کردیم. مجموعاً مبلغی که ما در این دسترخوان افطاری خود در این دک افطاری خود به مصرف رساندیم مبلغ 68540 افغانی بوده است. خداوند متعال برای ما توفیقات بیشتر نصیب بگرداند تا در روزهای ماه مبارک رمضان بتانیم حداقل یک لقمه افطاری برای هموطنان ما که روزه دارند تقدیم بکنیم. ما در صدد پیدا کردن دورترین نقاط در دورترین ولایات افغانستان هستیم. انشاءالله تا اونجا سفر بکنیم و برای هموطنان ما افطاری گرم آماده بکنیم. بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباطی است بین شما و نیازمندان. بنیاد خیریه امید حیات، امید زندگی. تشکر. الله نگهدار.